پلیس شهر سانت پتربورگ روسیه عکس یک تاکسیران 24 ساله از تاجیکستان را که به قتل یک راننده در پی یک صدمه خرد عیبدار می شود نشر کرد. اسم این جوان که در بازداشت قرار دارد تا حال نشر نشده است. ریاست تفتیشات سانت پتربورگ خبر داد که نسبت به تاکسیران تاجیک پرونده جنایتی گشوده او را بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه به آدمکشی عیبدار کردند و حالا مسئله به حبس پیشکی گرفتن او بررسی می شود. از مواد پرونده جنایتی برمیاد که عیبدار شونده روز 22 می در برش کوچه کریلینکا و خیابان دلنوستاچنی با کارد به قفس سینه ساکن 26 ساله محلی ضربه زده است. سپس از جانب کارمندان پلیس دستگیر شده است. جبر دیده بر اثر جراحات برداشته‌اش در بیمارستان وفات کرد. گفته می شود در اطلاعیه رسمی. قبلا نشریه‌های محلی خبر دادند که شام 22 می تقریبا ساعت 18 مناقشه بین تاکسیران شرکت سیتی موبیل شهروند 24 ساله تاجیکستان با یک راننده 26 ساله ساکن شهر سانت پتربورگ در قسمت شرقی پتربورگ در نزد ساحل دریای نیوا با قتل این راننده از جانب جوان خون در جوش تاجیک انجام یافت.